طالع‌بینی ازدواج متولدین مرداد با دی. متولدین دی افرادی آرام، خویشتن‌دار، کم حرف و تودار هستند و در نتیجه به خوبی نمی‌توانند پاسخگوی شور و هیجان متولد مرداد باشند. متولد مرداد طالب عواطفی آتشین و پرحرارت است، ولی متولدین دی در عرصه عشق به گونه‌ای سرد رفتار می‌کنند. آنها هر دو در پی کسب قدرت و برتری جویی بر یکدیگر هستند. هر کدام به روش خود جلو می‌روند و بدین ترتیب گهگاه زندگی آنها صحنه کشمکش و رقابت طلبی می‌شود. متولدین مرداد اجتماعی و برونگرا هستند و گاهی روابط اجتماعی گسترده آنها موجب برانگیختگی حس حسادت در متولدین دی می شود. به طور کلی روابط جسمی بین آنها ارضا کننده است و اگر بتوانند در حوزه روابط عاطفی نیز کمی با مدارا و معاطفت با یکدیگر رفتار کنند، کارنامه زندگی آنها گرم و پرنشاط خواهد شد.